بچه‌ها خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با چالش هنگک موزیک. قبل از اینکه بریم لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید، زنگوله رو حتما فعال کنید. بریم؟ خب این چالش از این قراره که تو یه سری آهنگ رو میگی ولی من جلوی دهنتو میگیرم، باید حدس بزنم که چی گفتی و همینطور برعکس، یه دونه یکی من یکی آهنگ تو. بخونم تو حدس بزنی که من چی گفتم. آره و مجازات داره. مجازات هم داره. آره مجازات داره که مجازاتشو آخر ویدیو چالشی بشه. آره آخر ویدیو بهتون میگیم. و خب اول تو میری یا من؟ اول تو بیار، یعنی دستتو بذار. بذار آهنگ رو ببینم. خب بریم. آره یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگه برات. دارو نه، من بدونم چه تا آخرم بگم. دار ندارم، میدم مال خود مال چشم. خب حالا تو اوکی. چرا خاموش میکنی هی رمزشو بزنی؟ بریم. برو. دیگه ای خوشگل تر از پریا، تنها تو کوچه نریا. حالا ای قشنگ تر از پریا. بازم گفتم خوشگل. همیشه میگم این خوشگل تر از پریا. آره همیشه باز خوشم میخونه، همش میگه خوشگل. خب منم نگاه نکنی. نه با تو سایه نور میزنه مشخص نیست. تقلب نشه. خب جان چی بود؟ بابایی تو بازی گوشی دیری ذهنم رفت تو سمت آهنگ. البته اینم آهنگ دیگه مال ما. توی منم. خب آن یه بار دیگه نمیفهمم. من نفردیات من بگم. آره تا 3 بار مثلا فرصت. این الان آخری. فقط همینش. بگم بگو. دوباره کنار آب زیر ستاره هاییم، خوشحال از اینکه تو بهترین 3 ماه سالیم. عمرن اگه میتونی. نشنیدی؟ اصلا نشنیده داشتم میگم عمرن اگه میتونستم بگم. یه ذره سختش کردم. خیلی من همش آسونه همش. من همش سخت اتفاقا. جدی. خب بیار. سر ببازی. خب دوباره یه امشب شب عشق همینه شبو داریم، چرا قصه درد و واسه فردا نذاریم، عزیزان همه با هم. حالا بیا پایین بچه، بیا پایین، سرمو درد کرد. بچه بیا پایین، سرمون درد گرفت بابا. بیا پایین بابا، بیا پایین. خب یکی هست تو قلبم که حالا هر شب واسه اون می نویسم و اون خوابه. خب حس میکنم همش مرمایی نگاه میکنم. خب خیلی خوب. میدونم الان فهمیدم کدوم آهنگه ولی کلماتشو یادم نمیاد. بیا دوباره. من میشم ریتمشو بگم. انگار دل من دست توه. نه مشق امشب. آره مشق امشبم 1000 دفعه نوشتم از روی اسم توه. انگار روح من. چی گفتم من؟ انگار دل من. خب بعدی. بریم. بیا ببینم.
زیر بارونم بقیش بس توی اوج ول میکنم. خداحافظی کرد تو اوج. یه ذرهشو بگوی زیر بارون. خب زیر بارون خیلی چیزا میشه. بارونم نمیدونم چی. حتی زیر بارون نمیدونی چیکار میکنی. نه یادم میزنن؟ نه گمه. زیر بارونا گمم. گمه؟ چرا باید گم باشه؟ زیر بادون توچ. زیر بادون بالورد دادی دیگه. خب خب باسه منم. خب بیا من امشب آهنگای شادی دارم. یعنی بیا دیگه. دهن تو بیا. اصلا حواسم نیست. میگه بیا بیا. پرکس امشب کجایی؟ زیر بارونا گمم. خدا بس دیگه. خیلی خوب بیا. یادم رفت چی بوده قفساته. شاد بود. آره بیا. میفهمی؟ آره. خیلی خوبه. حالا این سومی دورم میشه. من خنده پاره میشم. نمیفهم. آخریه. نفهمیدی؟ دختر بندری شمال میمیرم بکن. لبخند بزن. خیلی خوبه. خب بعدی ببینم چند تا رفتیم تا الان. 2 4 5. خب این پنجمی توه. قلبم رو تکراره همیشه دوست داره. حالا که میگی آره این باری هوا تب داره. بیقراره. خب بس هست مرم. خب نفهمیدی؟ نگاهت خیلی خوب بود. بیا دوباره. خدا بود نگاهت. کتلوه؟ بگو اصلا تو این زمین بهشت کجا بده. خدا عالی هن. یعنی واقعا خیلی باله. اصلا الان چندیم بکنم. من 2 تا رو نگفتم. نه آره. من یه دونه نگفتم. رقابت تنگاتنگ سنگین و آفرین تنگاتنگی. خب بگی. میخوام دورت بگردم میگی گشتن نداره. امشب فاز شادیم ولی آره. تو این باغ نیستیم. آفرین. باید یه باغ دیگه باشیم که نیستیم. بده 6. نه راست میگی. عجب. خب تو باید بگیری. منم منتظرم دستتو. خب کیه این؟ محسن کیه؟ موینزد. خب مال منی؟ آره. مال منی. خب بلند اول کلمه رو افسی و به من میگه چرا. خب مال منی چی؟ مال منی دیگه. همین چی نداره که داره. بذار نگاه کنم تو رو یه عالمه. آره. این پس به اون در. این پس به اون در میشه 1 این به اون در دیگه. خیلی خب باشه دیگه. خدای آهنگای من آسون و ریتمش هم آروم نمیده. منم که اصلا خیلی آسون تره که
من مغزم شادن. چی؟ آخرشو داری حرف میزنی. داره بگی نمیفهم. نه یه بار دیگه آخریه. ای پریا از اولش یه بار دیگه بگو. چی؟ آهنگ تو خواب بگو اولشو گفتم دیگه. ای جونم عمرم نفسم عشقم رفت پایین. توی همه کسم. آها ای جونم. آی که چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم. بله بذار اینو میذارم اینجا افتادش. 2 تا مونده نه؟ آره دوست ندارم تمام شد. تو باید بگیر. همش میاد جلوی من. حواسم بیا. من اینجا میام که تو بیا این ورتر چون این میکروفونه بعد رو صورت منه. لیلا لیلا ای آهای زیباترین مغرور فرشته این مغرور. میتونم پتانسیل دارم یه آهنگم بنویسم واسه خودم. آره خب آها یه شب تیره انگار روح از تنت یا تنت میره. آخری من. بیا. خب به درن نه خب به درن بیا. شنیدم ولی واقعا یادم نمیاد. ریتمشو شنیدم. خورده در خب نه چه گیری به اون رنگ؟ نه ترک. بابا اصلا اون نیست. بگم بگو میشم چی بود؟ میگم چی بود اولش؟ بیا خودم میدم پا به تلت. میشم با هر کی سر رات طرف. میگم شنیدم آره. الان 2 مساویم که مساوی آخریه نه؟ آره مساوی بشیم مجازات نداره دیگه. خب آره آخری یا ابوالفضل. یه کوچولو اگه نه راهنمایی تام نمیکنم. سخته آقا تو رو خدا. نه شنیده باید باشی. نمیدونم. نباشی من ناراحت میشم. خب غریب آشنا دوست دارم. بیا. خب الان مساوی شدیم تکلیف چیه؟ یه ماچ میریم میریم خونه همون. راه قرص هم جدا میشه. یه بارم خب تشویق کنیم همش تنبیه. آره بزن به افتخار. مساوی شدیم و کار به دعوا نرسید واقعا خدا خب بچه ها امیدوارم که دوست داشته باشین. این چالشو اگه لایک نکردی حتما لایک کنید و زنگوله بغلم حتما فعال کنید و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای دیگه خداحافظ.